جلالتمآب دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و همه میهمانان عزیز و اشتراک کنندگان گرانقدر را در مجلس افتتاحیه سال دوم دوره 17 تکوینی شورای ملی افغانستان خیر مقدم و خوش آمدید میگویم. جلالتمآب رئیس جمهور، کشور عزیز ما افغانستان در آستانه یک آزمون بزرگ تاریخی تحت عنوان پروسه صلح قرار دارد که در این میان کشور دوست ایالات متحده آمریکا در قسمت آوردن صلح همیشگی میان گروه طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش‌های زیادی را در 18 ماه اخیر به خرج داده است. قوای مقننه در قبال این تلاش‌ها بی تفاوت نبوده و امضای تفاوتنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را به دیده قدر نگریسته و تقاضا بر این دارد تا گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز گردد. شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق طالبان می‌خواهد که کاهش خشونت‌ها را مانند گذشته ادامه دهند تا به یک آتش‌بس دائمی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان دست یابیم. جای افتخار است بر من که طبق وظیفه قانون اساسی امروز مجلس باشکوه شما را افتتاح می‌کنم. برتان مبارک باشه. خراغل است ولس سرم کتلی دی دیر نظریات سر راغلی من وړاندیزو سره راغلی زه د دې انتظار لرم چې تاسو وړاندیزونه واورم او زر تر زره ان شاء الله تعالی ور باندې عمل وکړو. فضل د خدای ده چې مطلق اکثریت هم په نوم او په څیرې پیژنم ځکه موږ او تاسو ډیر مجالس سره نیولي دي او هغه احترام چې زه د کویت لرم مقننه کویت لرم هیله ده چې هیچ شاته پټ نه شما یکی از 3 اجزای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ممثل تعادل 3 قواستین و همه افغانایی که به قانون اساسی متحد هستند احترام شورای ملی افغانستان سرشان واجب است. لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا ډالۍ درته وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. در نخست میخواهم برای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که قهرمانانه و با فداکاری به بهترین وجه از عزت، تمامیت ارضی و ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان دفاع و صیانت کردن درود بفرستم. لوی صاحب ټولو ته اما تسلی ورکړي. جناب رئیس صاحب امنیت ملی به همه مراتب قدردانی ملت افغانستان ابراز کنید. من به آنان لقب محافظان مردم سالاری را دادم. قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی ما باعث شد که امروز فرصت صلح به میان بیاید. همین گونه درود میفرستم بر روح شهدای حادثه المناک دیروز که در آن شمار زیاد از هموطنان ما جانهای شیرینشان را در نتیجه یک حمله بزدلانه تروریستی از دست دادند و شکر خداوند جلشان رو ادا میکنیم که جناب دکتر صاحب عبدالله، استاد خلیلی، استاد محقق و بزرگای دیگه ما به سلامت از این فاجعه برآمدند. همچنان درود میفرستم به شهدای قوای قضاییه، څارنوالان، شورای ملی، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری. مردم ما با قهرمانانه در انتخابات سهم گرفتن و شهدای انتخابات شهدای مردم سالاری هستند. حمله تروریستی دیروز را بر مراسم یادبود سالیاد شهید مزاری به شدیدترین الفاظ محکوم می نمایم. این حمله تروریستی که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته جنایت علیه بشریت و حمله بالای وحدت ملی و کشور ماست. هدایت واضح دادیم جناب رحمانی که قوای امنیتی و دفاعی ما در کشف
و به قانون سپردن این مجرمین از هیچ نوع تلاش خودداری نکنند. اعضای معزز شورای ملی، ما در یک مرحله حساس از تاریخش قرار داریم که نیازمند تمرکز بیشتر ما بر درک درست از فرصتها و خطرات پروسه صلح را خواهان است. من به عنوان رئیس جمهور صلاحیت نهایی تصویب را به تنهایی ندارم. نقش پارلمان نقش اساسی است. مشوره و نظر و بالاخره تصویب هر سند که از نتیجه مذاکرات بیرون می شود مربوط به پارلمان و بعداً لوی جرگه خواهد. در اینجا می خواهم از تمام کشورها و سازمان‌هایی که برای پروسه صلح افغانستان تلاش کردند، خاصتاً شریک استراتژیک ما ایالات متحده آمریکا نیز ابراز تشکر نمایم. اعضای محترم شورای ملی، تعهد ما برای هفته کاهش چشمگیر خشونت تا زمینه برای آتشبس دائمی و مذاکره مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان فراهم گردد و امضای موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان یک گام مهم در پروسه صلح کشور ماست. حضور وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و سکرتر جنرال ناتو در افغانستان و اعلامیه مشترک بیانگر ادامه تعهدات جامعه جهانی بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه که از طرف پارلمان به تصویب رسیده با مردم افغانستان است. تعهدات ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو برای افغانستان پابرجاست. در اعلامیه مشترک که میان افغانستان، ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو نشر گردید، به صورت واضح تجدید تعهد صورت گرفت. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره